سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی، امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. ما امروز یک موضوع میمونیم با نام دروغ‌های بی‌دلیل و همه ما و شما خوب شاهد حال بدیم که روزی 3-4 روز پیش تقریبا یا ششم یا هفتم مارس رحمانوف چکو کرد، زنها را و نصیحت کرد و تبریک گفت برای عید مادران. و در اون نواره که تقریبا 30 دقیقه نیم ساعت است، در اونجا نشرش در شبکه‌های اینترنتی راه یافت و در اونجا رحمانوف بدون شپرگل یعنی بدون کاغذ سخنرانی کرد و در اونجا بسیار دروغ‌های عجیب و غریب گفت و ما میخواهیم که یک کمتر همین سخنرانی های رحمانوف کم کم یک برای بینندگان پیشنهاد کنیم و دلیل بیاریم که این سخنهای رحمانوف میگوید تا امروزه اون نفر چیکار میکنه؟ دروغ میگه. و ما برمیگردیم با یک چند سخنرانی رحمانوف عاید شفافیت انتخابات و سخنرانی رحمانوف گوش میکنیم و بعد برمیگردیم با ادامه صحبتمون. احسن میگویم به جوانان، باز میگویم رو میارم کلان سالان خفه نشیدان. در سالهای گذشته ما خود شاهد بودیم که پدر و مادران ما در وقت انتخابات شب قریب خواب نمیکردند. اویستاری حتی ساعتهای 5 خیسته تیاری دیدم برآمده میرفتند از خانه انتخابات میرویم. بعدا آدمان دیگر بگیم که جوانان اونه که از خواب میخیستند، جوانان خواب ناز میبینند. انمی انتخابات گذشته برعکس شد. از صبح صادق در تمام نشست‌های انتخاباتی جوانان بیشتر بودند و بی‌نهایت فعال بودند. بی‌نهایت. من احسن میگویم. ببینید هموطنان عزیز، رحمانوف میگوید که در سالهای پیش، در انتخابات سالهای پیش مردها نمی رفتن. پیشگی یگان کس در انتخابات ها چیکار میکردن؟ اشتراک نمیکردن و از پی زندگیشو می رفتن. و پس سوال مطرح این است که تا امروزه رحمانوف چیکار کرده است؟ انتخابات ها رو تقلب کرده است، آمده است و امروز همون یک جوانایی که حتی خواب رو دوست می‌دارن، آنها چیکار کردن؟ اومدن رحمانوف انتخاب کردن، رژیم رحمانوف در انتخابات ها اشتراک کردن و ما میگردیم به نواری که جوانان چه خیلی در انتخابات ها اشتراک میکنن. ما اون نوار را تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم با ادامه صحبت. امروز انتخابات رفته بودین اپا؟ برای چی نرفتین انتخابات؟ نه میرم. علی وقت نکردم اینستاگرام. از بعد سال در قید دیگر نویا دورتر نبودم که انتخابات اشتراک کنم. برای چی نرفتین اپا جان امروز انتخابات؟ خودمون مخیاز برمشه. حاضر میشه تو ساعتی 8 میرم. ببینید که جوانو حتی در خواب میروند. خیلی رحمانوف هم شاید این نوار را تماشا کرده که جوانو در خوابانه در انتخابات اشتراک نکردند و این هم یک دلیل برای رحمانوف است که جوانو امروز در خواب هستند و رحمانوف امروز یا کمند رحمانوف یا حزب رحمانوف زیاده از 50-60% چرا غالب شد آواز را. و باز برمیگردیم بر یک سخن عجیب رحمانوف. نصیحت میکند زنها رو که باید که ما قهرمان نتراشیم و بیگانه پرستی نکنیم. یک گپای میگوید که اصلا همون سخنرانی ها گفتنی ها فقط در خودی همون امام علی رحمانوف دیده میشه. و باز برمیگردیم با سخنرانی رحمانوف و بعد ادامه میگردیم با ادامه صحبت خودمون. چرا؟ کی را قهرمان دادن؟
یعنی همونهایی ظاهر پرستی میکنند که خود را از دیگران بالا گذاشتند. فراموش کردی در نزد خداوند همه برابر هستند، هم شاه هم گدا، هم زن داملا هم صاحب کار، همه برابر هستند. نمیپرسند که کی هستی چیکار کردی. این سطح پستی معرفت ناکی را نشان میدهند. از ما مخصوصا از زنان وابستگی دارد. باور کنید من دیگر نمیدونم که این رحمانوف اگر که ما صدها دلیل بیاریم من برای رحمانوف هم کم است. رحمانوف میگوید که گجا قهرمان تراشی میکنید و گجا چکو میکنید، ظاهر پرستی میکنید، یعنی بیگانه پرستی میکنید. و مادامی که رحمانوف اگر ظاهر پرستی را دوست ندارد یا قهرمانی را دوست ندارد و دیگر ما نمیدونیم که برای این نفر چی دلیل پیشنهاد کنیم. در تمام جاها چکو کرده است، رسم خچاوت است، در بین صدرالدین عینی، در بین رودکی، نمیدونم قهرمانی روغون و قهرمانی چون گجا کرده است. و این نفر نمیدونم که این سخنش به خودش تعلق داشت یا با کدام دیگر. و یک چند گفتنی هم بود که در یک ادامه همین سخنرانیش که گویا که نجات داده است مردم از سالهای 90 اینجا اونجا پرسیده است، یعنی طلبیده است پول یا که آر طلبیده است. یکم کشوری روی دنیا بگیم که کمکش به امام رحمان نکردن و این چیکار کرد؟ 1 تن طلا در تاجیکستان بیست است، هم 1 تن طلا فروخته است و به عوض 1 تن طلا چیکار کرده است؟ آرد گرفته است برای مملکت، برای مردم مملکتی عزیزم و بسیار کار خوب کرده است. و تماشا میکنیم این سخنرانی رحمانوف و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت. برای چی تیز باور میکنیم؟ زود باور هستیم، ساده نه، زود باور میکنیم به هنگامه، به افسانه، چون که ان همین جدم سطح پستی معرفت ناکی و بیسوادی است. این اول، دیگر چی خرافات. سالی بود که در شهر دوشنبه در یک شبانه روز 280 تن نان میپختیم، مردم را نمیرسید. در یکی از سفرها من بودم، معلومات دادن که در شهر دوشنبه 80 تن آرد مانده است. چیکار کنیم؟ من تمام این دولت آن دولت را پرسیده وای کردم، کسی کمک نکرد. 1 تن طلا داشتیم، من طلا را به آرد عوض کرده همون شبانه تشکیل کردم، با واسطه طیاره ها به دوشنبه آرد آوردم که مردم گرسنه نمانند. و رحمانوف میگوید که یگان کشور برای ما کمک نکرد. خب نفرایی که تقریبا سن سالشون از 90 بالا باشند، تولد 90 بالا باشند، خب یاد دارن که تا همین 90 تا سالهای 2000 تقریبا با جمهوری عزیز تاجیکستان همون چکار میکرد، یعنی پامش یا که کمک میومد. کسی که اگر یاد داشته باشه در همون بچاکای روغن یا که در همون خلطهای آرد و انگلیسی قطعی اوستا نوشتگی بود، کلام کلام. و چندین نفرها، چندین آدمایی که در این کارها مسئولیت بدن و نویس میکردن مردم، همون جمع چیکار میکردن؟ آدمایی بدن که از همین منفیت های پامشا بگیم یا که کمکا چیکار میکردن؟ غارت میکردن، به مردم حتی نمیدادن. مثلا در یک خواجگی اگر که یا که در سر هر یک نفر یک خلطه آرد داده میشد و اونها با کیلو میدادن، چون که خیلی بنده همه همین را یاد دارم. و امروز رحمانوف دعوا میکند که یگان کشوری عالم، یعنی که طلبیده است، رحمانوف یاردم نکردن و چیکار کرده است؟ 1 تن طلا بود است داده است به کم کشوری و مردم چیکار کرده است؟ آرد خریده است، آورده است، مردم رو داده است. و اینجا سوال مطرح به میان میآید که مادامی که اینها آوازه و دروازه باشند، پس چرا مسجدها بسته شدند؟ چون که همه ما و شما خوب شاهد حال هستیم، در تاجیکستان تمام مسجدهای جمعه 5 وقته را بستند برای کرونا ویروس.
و برای کرونا این مسجدها را بستند. بعد از بستن این مسجدها همین هنگامه ها و اوضاع ها شد که یعنی کرونا میاد، مردم به سوی بازار شتافتند. و در اینجا رحمانوف خودش همچون یک موسیقی بیگناه چکار کرد؟ موسیقی بیگناه از آب یعنی گذراند. چکار کرد در اینجا؟ کمیته امنیتی رحمانوف یا اینکه یتیموف آنها یک فرمان دادن به همون امام خطیبایی که مسجدات بگم که مسئول بدن، آنها را فرمان دادن و جلسه کنچکایی کردن. مردم فرمایش دادن که دیگه برای پیشگیری کردن کرونا باید مسجدها بسته شوند، موقتا یک چند مدت چکار کنن این مسجدها بسته شوند. و بعد از این بستن این مسجدها مردم فکر کردن که دیگه بازارها هم بسته می شوند و مردم شتافتن به سوی بازار و مردم چکار کردن؟ خریداری آرد روغن نکردن که مبادا که فرد و بازار را محکم کنن، ما به چی مونیم؟ به آرد روغن و به زندگی مونیم. این هم یک جنگ های اطلاعاتی کمیته امنیت بود که به مردم یک اینفرماسیونی و اینا میگوین با زبان روسی همین را چکار کرد؟ به مردم جاری کرد. مردم از مسجد بازداشت کرد و به سوی بازار روان کرد. یعنی در این بین مردم یک غلاغوله داشتن که تا که چکار کنن؟ انتخابات شو مردم دیگر دنبال سیاست ها و تقلب های انتخابات های اینها نشوند و مردم را از مسجد محروم کردن و به سوی بازار روان کردن. و مردم یک چند مدت یا که یک چند روز چکار کردن؟ بازارها داخل شدن و با نرخ‌های قیمت آرد روغن دیگر لوازمات خوراکی را خریداری کردن. و بعد این مسئولیت های به مسئول برآمده به مردم چکار کردن؟ گفتن که اینها آوازه های دروغ هستند یا که کدام تجاری که این کار کرده است یا آوازه داخته است و اینها باید به جوابگری کشیده شوند. ایسوسا گفته همین خیلی مردم چکار کردن؟ بازی دونده هستند. و پس سوال مطرح این است که مادامی که شما مردم به هنگامه ها به این کارها آوازه ها مبتلا نمی کردید، باید کار میکردید که مسجد ها را نمی بستید. مادامی که تاجیکستان در کرونا ویروس نبود، تنجی بود، امانی بود، همه تازه آزاده بود، پس که جا رفتیم مسجد ها را بسته کردید و مردم را به بازار کشوند. و در اینجا رحمانوف هم بسیار زیاده از 30 دقیقه بدون شپرگل که سخنرانی کرد و دروغ‌های به نهایت بسیار 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 گفت و من هم یک چند نوارش برای تماشابینان یا اینکه بینندگان پیشکش کردم، چون که پس فردا نگویند که رحمانوف چی است، دروغ نگفت یا که راست گفت. برای که من نمیخواهم که یک نفر تهمت و یگان چی بکنم. هرچی که من گفتم تا امروز و دلیل فکت پیشکش مردم گردوندم. چون که هر دروغی که امروز رحمانوف دروغ به دلیل که رحمانوف برای هموطنان عزیزمون میگوید، من در مقابل دروغ رحمانوف یک دلیل راست پیشنهاد میکنم یا که به مردم نشون میدهم که این سخنهای رحمانوف دروغ و ساخته هستند. و بسیار به نهایت بسیار رحمانوف هم دروغ گفت و طول 27 سال شد یا که 28 سال می شود که این رحمانوف با همین دروغ ها چکار میکند؟ مردم را پیش برده است. و نمیخواهم که صحبت طولانی کنم، باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.